مسابقه قهرمانی دوچرخه سواری آسیا در شاهراه که از 25 تا 30 مارس در شهر دوشنبه برگزار شد، روز چهارشنبه با برگزاری پایگاه میان ورزشکاران کسبی و هوسکاران به اتمام رسید. در آخرین روز سبقت‌ها دوچرخه سواران میان همدیگر در مسافه‌های 61 تا 111 کیلومتر رقابت نمودند. در روز انتهایی سبقت‌ها ورزشکاران تاجیک سزاوار جایهای افتخاری شدند. الکساندر ایگانین ولسپدران تاجیک در سبقت میان مردان 45-49 ساله مدال طلا و ورزشکار دیگری تاجیک بحرالدین ایسامدینوف مقام دوم را صاحب شد. Мне предпочелась такая возможность, чтобы заработать, вот именно поучаствовать в чемпионате Азии, заработать вот этот титул первого места. در مسابقه انفرادی عمومی بین استادان ورزش ولسپدرانی دوچرخه سوار ازبکستانی بهزاد رحیمبایف سزاوار مدال طلا شد. جای دوم و سوم را باشد ورزشکاران از عراق به دست آوردند. مظفر رحمان هم امروز به این مسابقه آمده است. او میگوید سالهای جوانی در مسابقه های ولسپدرانی کشور زیاد اشتراک کرده بود و امروز هم میخواهد چون سالهای قبلی سزاوار مقام افتخاری شود. مسافه درازترین ما از خوجند تا پنج پایان و تا خوجند یعنی سیحون جیحون گذشته بود که زیاده از 700 کیلومتر چیز کشول می‌بود. جای یکم اومده بودیم. از نوع سبقت‌های دستوی گروه دوچرخه سواران دوبی پلیس جای اول و دسته الشرف مقام دوم را اشغال کرد. در مسابقه قهرمانی آسیا عید به ولسپدرانی که 6 روز باز در دوشنبه ادامه داشت، همگی 400 ورزشکار از 27 کشور منطقه اشتراک کردند. مسابقه قهرمانی آسیا عید به دوچرخه‌رانی بار اول است که در تاجیکستان می‌گذرد. در سبقت‌های 6 روزه پیشرفتی نصیب ورزشکاران از کشورهای ازبکستان و قزاقستان و ایران و عراق و مغولستان بود. امام علی سعیدزاد، آسیا پلوس.